پیوندان آرز و رمزی وزیربکوف‌ها فعالان بازداشت شده بدخشانی میگویند یک ماه باز آنها را ندیدند و نمیدانند در چه وضع و شرایطی هستند. اما رویخط داروهایی که مقامات آوردنش را خواستند نگرانیشان را درباره احتمال سخت شکنجه شدن آنها بیشتر کرده است. مقامات در این باره گپ نمیزنند. هر دوی آنها آخر ماه ایول در روسیه ناپدید و دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. وزیربکوف‌ها در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است گفته بودند اختیاری برگشتند، ولی نزدیکانشان میگویند این صحنه سازی است. همکارم میرزانبی خالقزاد با پیوندان آنها صحبت داشت و حالا همراه ماست. میرزانبی، اطلاع آخر درباره وزیربکوف‌ها چیست؟ بله، همین چند لحظه پیش از برنامه با پیوندان وزیربکوف‌ها صحبت داشتیم. در این مدتی که آنها در بازداشتگاه هستند، یعنی از روزی که از روسیه به تاجیکستان آورده شدند، پیوندانشون درباره احوال آنها هیچ درکی ندارند. ولی پیشنهاد روی خط دارو از داخل بازداشتگاه برای آنها پیوندانشون رو بیشتر نگران کرده است. صبرینا آتمبکوف، همسر آرز وزیربکوف که در روسیه به سر میبرد، در صحبت به ما گفت که در این روی خط دواهای به مانند بدیاگ، فوراتسیلین، والفارم و چند داروهای دیگر هستند. آتمبکوف گفت طبیبان به آنها گفتند که این داروها اساساً برای دوای زخم و داغ‌هایی که بر اثر ضربولت در پوست و عضوهای بدن پیدا می‌شوند استفاده می‌شوند. این داروها را روز پنجشنبه هفته گذشته خریده به بازداشتگاه برده بودند. آیا سبب این حالت را از مقامات هم پرسیدید؟ آنها چی میگویند؟ ببینید، مسئولان بازداشتگاه و مقامات تفتیشاتی به سوالای ما هیچ پاسخ ندادند و زنگ‌های ما هم نتیجه نداد. اما پیوندان آرز وزیربکوف میگن از زمانی که آنها به دوشنبه آورده شدند وکیل مدافع دولتی دارند، ولی اجازه گرفتن وکیل مدافع از طرف نزدیکان را ندارند. به اطلاعی از وضع آنها از همین سبب بوده است. آیا اتهام ضد آنها مشخص شده است؟ با کدام ماده ها عموما گمانبر هستند؟ معلوم است که آنها را در پیوند به حادثه بدخشان دستگیر کردند، ولی کدام بند قانون و کدام گناه مشخص نیست. پیوندان آنها میگن درباره جریان تفتیشات هیچ خبری ندارند و نمیدانند جرم آنها چی است. آنها میگن وقتی از نماینده‌های بازداشتگاه میپرسند که چرا اجازه ملاقات با آنها را نمیدهید، فقط یک جواب میدادند: فرمان از بالاست. و آرز و رمزی وزیربکوف‌ها با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. مقامات روسیه تا هنوز درباره آنها چیزی نگفتند و شرح ندادند که چطور شهروندان این کشور در تاجیکستان پیدا شده. تشکر میرزانبی.